بفهم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد. البته خیلی خوبه، صلوات بر پیغمبر اکرم ثواب داره و درجه خود انسان هم بالا میبره. اما یار امام خوش آمد نه نون و آب میشد برای کشور، نه رفع نیازهای مردم رو میکن. پاسدار وظیفه‌ش اینه پاسداری بکن. پاسدار یه وقت تندروی نکنه یه وقت مبادا این اسلحه که به دوشت اومده غرور بگیرده، مبادا یه وقت پاسدار بخواد از اسلحهش از قدرتش سوء استفاده بکنه مبادا مأمور اگه شدی بری سراغ یه نفری تو گوشش بزنی، توهین بهش بکنی. مگه تو قاضی؟ بایستی قاضی وقت نداره تو گوش کس بزنه، مگر اینکه یه کسی از طرف خدا محکوم باشه به اینکه حدی برش جاری کنن، حد برش جاری. بایستی که قاضی به طرفین دعوا مثل هم نگاه بکنه، حتی هر دو رو جلو خودش بنشونه. این قاضی بایستی که عدالت رو در همه جهت رعایت. خب پس یه پاسدار حق نداره مال مردم مصادره کنه، حق نداره تو گوش کسی بزنه، حق نداره به کسی توهین بکنه. بنده‌ای به قول شما حالا خطش خط لیبرالیزمه مثلا، یا نمیدونم خط چجوری، باید حرفشو بزنه بعدم منطقی جواب بدید. هو نباشه از من و شما که روحانی هستیم و آخوند هستیم انتظار میرد که اگر چنونچه یه کسی هم یه حرفی داره میدونیم کجه، وقت میگیرد انسان میره دوستانه منطقی جواب میده. خداوند به عقل کل پیغمبر اکرم میفرماد و شاورهم فی الامر، ای پیغمبر با مردم مشورت بکن در کار. این درسه، یعنی تو که پیغمبری با اینکه با منبع وحی مربوطی بازم این مردم رو به حساب بیار. یه نکته‌ای که به برادران داستان بگم، همیشه سعی کنید خوراک نخواهید هی بر قاضی‌ها درست کنید. تا یه حادثه درست میشه، یه پرونده بخوایم درست کنیم قاضی حکم کنه، هر پرونده که نباید پیش قاضی فرستاد. یه حادثه اتفاق میفته، یه دعوایی میشه، یه مسئله احتکاری هست، یه چیزی، اینا رو نوعا نبایست به مسئله قضاوت رسون. این رو بایستی آقای دادستان طرف رو بخواد، مثلا دفعه اولش احتکار کرده، دفعه اولش مثلا ممکنه یه چیزی مثلا قاچاقی یا اینکه ماده مخدری یا مثلا چیزی اعلامی هم فسخون خونده، اینو دفعه اول نصیحت بکنید، تذکر بدید، بعد تعهدی ازش بگیرید، بهش مثلا بگید عزیزم جانم برادران شما در جبهه ها دارن فداکاری میکنن، از شما عارست که بخواید مثلا احتکار بکنید، اینجور کارا رو بکنید. خلاصه تا میشه این با نصیحت و با موعظه و با مثلا تعهد و با اینجور تهدید و اگه دفعه دوم باشه چه میکنیم و تو دل طرف در میار، یا خدا حافظ شما فوری پرونده نکن دست آقای قاضی. بایستی که امور مهمه خطرناک را به مرحله قضاوت رسون. روحانیت خیلی قدرت است، اسلام خیلی قدرته، اما متاسفانه خودمونو مفت میفروشیم. بی رو درواسی عرض بکنم، قناعت داشته باشید و به حقوق سلاطین اعتنا نکنید. روزی رو خدا میرسونه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. فی اصول الکافی قال رسول الله صلی الله علیه و آله الفقهاء امناء الرسل
ما لم يدخلوا فی الدنیا. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دینکم. بایستی روحانیت استقلال خودشو حفظ کنه. شما روحانیین جانشین پیغمبر اکرمی، شما جانشین خلفای راشد پیغمبری، شما جانشین بزرگان اسلامی. متاع خودتون را به اهل دنیا نفروشید. استقلال و مناعت طبعتون رو حفظ کنید و دفاع کنید از اسلام. خدا هم پشتیبان شما خواهد بود. دور قائم مقام شما بعدش همیشه یه لطیفه‌ای درست می‌کردن. الان مردم دیدید با SMS برای هر کی تو این کشور حرف میزنه، یه سخنرانی میکنه یا یه کاری میکنه، فوری لطیفه درست میکنه. گربه نره به هم گفت. آره نه خب جوک و اینا هم درست میکردن، به گوش شما هم میرسید دیگه. شما اینا رو میشنید هیچ وقت ناراحت میشه؟ خب پاشو بریم دیگه کم کم سراغ خواب.